در 20 سال جهاد علیه اشغال و عاملانشان زحمات، تکالیف، مشقت‌های زیادی را تحمل و برداشت کردند. هدف و مقصد آنها آوردن نظام اسلامی در افغانستان و آوردن امنیت، آرامش و ثبات در افغانستان بود. امروز فرزندان واقعی این سرزمین، امروز اون جوانانی که به خاطر رضای الله 3 سال قبل در برابر اشغال و همپیمانان اشغالگران جهاد و مبارزه میکردند، آماده بودند که خود را استشهادی بکنند، قربانی بکنند، امروز الحمدلله اونها دورات را در معسکرات تیر میکنند تا اینکه این امنیتی که در افغانستان آمده، این نظام اسلامی که در افغانستان آمده، این را حفظ بکنند. تاسو څومره تکالیف کړی دي او څومره قربانۍ مو کړی دي او تاسو څومره ځانونه ستړي کړي دي، ستاسو دپاره دا ضروري ده او تاسو دغه نظام ته دغه تحریک ته منقاد اوسئ او د دغه نظام دپاره تاسو هېڅکله خیانت ونه کړئ، ځکه دې نظام پر تاسو باندې قربانۍ ورکړي دي، ځانونه یې ستړي کړي دي. هدف و مقصد اصلی و اساسی امروز حفاظت از نظام اسلامی که در افغانستان آمده، ثبات و آرامی و امنیتی که در افغانستان، یعنی امنیت سرتاسری که افغانستان آمده، هدف حفظ این دستاورده ها است. درست است که دشمنای افغانستان به عناوین مختلف کوشش میکنند که چهره مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را، چهره حکومت امارت اسلامی افغانستان را، نظام امارت اسلامی افغانستان را برای دنیا و برای جهان شکل دیگری معرفی بکنند. ولی هدف اصلی ما ایره باید همه دنیا بداند و بفهمد که مردم ما 4.5 دهه هست که از ناامنی، از جنگ اینها رنج میبرند. اینجا امنیت نبود، با آمدن امارت اسلامی افغانستان الحمدلله امنیت کامل اینجا آمده. هدف اصلی و اساسی ما، هدف اساسی
اردوی اسلامی ملی ما حفظ ای ثبات، حفظ ای امنیت و حفظ ای نظام حفاظت از ای نظام اسلامی هست.